آدمی پیر چو شد حرص جوان می گردد. خواب در وقت سحرگاه گران می گردد. خب آماده اید که با هم یه معمای عجیب را حل کنیم؟ یه معادله که جوابش یه جورایی فرمول خردمندیه. جالبه که این معادله رو یه شاعر ایرانی حدود 400 سال پیش نوشته. ولی اونقدر دقیقه که انگار برای زندگی امروز ما طراحی شده. پس بیایید با هم یه سفر کوتاه به دل تاریخ و شعر داشته باشیم. بذارید با یه سوال شروع کنیم که خب فکر کنم هممون یه جایی بهش فکر کردیم. اینکه آیا ما واقعاً هر چی سنمون بالاتر میره عاقل‌تر و خردمندتر میشیم یا فقط میدونید تو عقاید و عادت‌هامون سرسخت‌تر و یه دنده تر میشیم؟ حالا فکرشو بکنید. یه شاعر 400 سال پیش یه جواب خیلی عجیب و تکون دهنده به این سوال میده. میگه آدمی پیر چو شد حرص جوان میگردد. خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. یعنی چی؟ یعنی وقتی آدم پیر میشه طمع و حرصش دوباره جوون میگیره. درست مثل خواب دم صبح که سنگین‌تر و شیرین‌تر میشه. واقعا نگاه عجیبیه نه؟ انگار همین دیروز نوشته شده. خب این نگاه تیزبین و بی‌تعارف به ذات آدم مال کیه؟ بریم ببینیم خالق این بیت کی بوده. این شاعر کسی نیست جز صائب تبریزی. یکی از غول‌های شعر فارسی تو قرن 17 یعنی دوره صفویه. کسی که شعرش واقعاً یه موج جدید راه انداخت و تأثیرش تا امروز هم ادامه داره. اما نبوغ صائب فقط تو این حرفای تند و تیزش نیست. یه ترفند خیلی هوشمندانه تو شعرش داره که میشه بهش گفت معادله شاعر. بیاید با همین کدو باز کنیم ببینیم داستان چیه. به این تکنیک میگن اسلوب معادله. فکرشو بکنید شاعر توی یه مصرع یه حرف بزرگ و شاید یکم پیچیده میزنه، بعد تو مصرع دوم یه مثال خیلی ساده و دمدستی از زندگی روزمره یا طبیعت میاره که حرف اولش رو ثابت کنه. دقیقاً مثل یه معادله که دو طرفش با هم مساویه. حالا به همین مثال خودمون نگاه کنید چقدر قشنگ این تکنیک رو نشون میده. یه طرف معادله چیه؟ یه حقیقت روانشناسی خیلی عمیق. حرص آدم تو پیری زیاد میشه. طرف دیگه چیه؟ یه تجربه خیلی خیلی ساده که هممون داشتیم. خواب دم صبح سنگین میشه. صاحب این دوتا رو میذاره کنار هم و میگه ببینید این دوتا پدیده شاید به ظاهر ربطی به هم نداشته باشن ولی جنسشون یکیه. جالبیش اینه که هر مصرع خودش به تنهایی یه جمله کامله. یعنی میتونی جدا بخونیش ولی وقتی میان کنار هم یه اتفاق جادویی میفته. معنی همدیگر رو کامل میکنن و حرف همدیگر رو تایید میکنن. انگار یه درست مثل این که یا همونطور که بینشون قایم شده. بریم یه مثال دیگه ببینیم که دیگه کامل جا بیفته. صاحب میگه چی؟ بیشتر دلبستگی بر اهل دنیا پیر را. خب یعنی آدمای پیر بیشتر به دنیا میچسبن. چرا؟ حالا دلیلش رو تو مصرع اول میاره، یه تصویر از طبیعت. ریشه نخل کهن از جوان افزونتر است. میبینید یه حقیقت در مورد آدما کنار یه حقیقت در مورد طبیعت. این همون قدرت اسلوب معادله است که حرفای بزرگ رو اینقدر ملموس میکنه. خب این تکنیک‌های هوشمندانه و این تشبیه‌های عجیب و غریب فقط مال صائب نبوده. اون بخشی از یه جریان بزرگتر ادبی بود که کلاً می‌خواست دنیا رو از یه زاویه جدید نشون بده. این جریان اسمش سبک هندی بود و خب صائب تبریزی یکی از معروفترین اگه نگیم معروفترین شاعر این سبکه و یه جورایی نماد اصلی این مکتب به حساب میاد. ویژگی اصلی شاعرای این سبک چی بود؟ اول اینکه دنبال ایده‌های تازه و غافلگیر کننده بودن. دوم از تشبیه‌ها و تصویرهای استفاده می‌کردن که قبلاً کسی نشنیده بود و با چیزهای معمول فرق داشت. و سوم هدفشون این بود که کاری کنن شما به عنوان خواننده دنیا رو از یه زاویه کاملاً جدید ببینید. یه جورایی انگار یه عینک جدید بهتون میدادن. اما اینجا یه سوال مهم پیش میاد. با این همه حرف از نوآوری و ایده‌های جدید، یعنی اینا کلاً با گذشته و سنت شعر فارسی قطع رابطه کرده بودن؟ خب با این همه تأکید روی نو بودن آدم شاید فکر کنه صائب یه جورایی شاعر انقلابی و شورشی بوده که هرچی از گذشته بوده رو ریخته دور. ولی آیا واقعاً داستان اینه؟ اتفاقاً قضیه خیلی جالب تره. تحقیقات نشون میده که نبوغ اصلی صائب دقیقاً همینجا بوده. اون از صفر شروع نمی‌کرد. میومده استعاره‌های قدیمی و سنتی رو برمی‌داشت ولی یه معنی کاملاً جدید و امروزی بهشون میداده. یه جوری که نه کاملاً از معنی قبلیش جدا باشه
نه تکراری باشه. پس اگه بخوایم ساده بگیم، نبوغش تو اختراع کردن چیزای کاملا جدید نبوده، بلکه تو ریمیکس کردن هوشمندانه چیزای قدیمی بوده. یعنی صائب سنت رو خراب نکرده، بلکه خیلی خلاقانه بازآفرینیش کرده. ابزارهای قدیمی رو برداشته و باهاشون یه چیز کاملا نو ساخته. و دقیقاً همینه که باعث میشه شعرهای 400 ساله صائب امروزم برای ما انقدر تازه، جذاب و پرمعنا باشه. خب اگه بخوایم چند تا نکته کلیدی از این بحث برداریم چی میشه؟ اول اینکه شعر میتونه مثل یه معادله باشه که با تشبیه‌های موازی حقایق پیچیده رو برامون ساده میکنه. دوم اینکه گاهی وقتا عمیق‌ترین حرفا تو دل مقایسه‌های عجیب و غیرمنتظره پیدا میشن. و نکته سوم که خیلی مهمه، نوآوری واقعی از دل نگاه تازه به چیزای قدیمی بیرون میاد، نه لزوما از رد کردن کاملشون. برای همینه که شما یه بیت از صائب رو که 400 سال پیش گفته شده میخونید و حس میکنید انگار همین دیروز برای شما نوشته شده. راز ماندگاری و جاودانگیش دقیقاً همین تکنیکا و همین نگاشه. بذارید این بحث رو با یه بیت دیگه از خود صائب تموم کنیم که به نظرم یه جورای خلاصه یه حکمت خیلی عمیق در مورد ریتم زندگیه. آسایش به هر درنگ باشد به حساب، از رفتن و ایستادن و خفتن و خواب. یعنی توی هر مکسی یه جور آسایشی هست، چه تو رفتن، چه ایستادن، چه حتی خوابیدن. یه فکر خیلی قشنگ برای پایان بحثمون.